مهدی هستم با یک ویدیو در مورد توتونی که جدیداً به دستم رسیده. میخوام توتون هم آنباکسینگ کنم، هم یه ریویو بکنم. توتونی که تازه دیروز بعد از ظهر به دستم رسیده، توتون سلیم رد هستش که یک قوطی 1 تین 100 گرمش رو خریدم و هنوزم باز نکرده، هنوزم نایلونش روشه. الان جلوی دوربین میخوام بازش بکنم، بعد شروع کنم به ریویو توتون و اسموک توتون و همین دیگه. یه ذره فاصله ویدیوهای من زیاد شده، واقعا نمیرسم، ولی هر موقع وقت بکنم توتون رو ریویو میکنم. بسته بندیش هم خیلی خوب رپ شده. اگر در مورد قیمت این توتون میخواید بدونید، با هزینه ارسالش چیزی حدود $115 استرالیا برا من در اومده. قیمت هزینه شیپینگش، ارسالش گرونتر از خود توتون هستش، ولی دیگه چاره ای نیست. به همینم راضی هستیم فعلا، بدتر از این نشه اوضاع. به همینم راضی هستیم. خب این لیبلش هم اینجا باز کنم. من بلک اینو داشتم، مشکیشو ریویو هم کردم، توی کانالم هستش. قرمزش رو این سری گرفتم. این قرمزشه، این توتونه، اینم جعبشه. یک بسته 100 گرمی که در این بگ های این شکلی هستش که لیبل داره اینجاش. و الان بازش من بکنم، ببرم، نمیشه اینجوری. و بعد از باز کردن میریزم تو جار و دیگه جارش هم میکنم. من که بوشو خیلی دوست دارم. یه طعم ترش مانندی داره، منو خیلی برد به یاد قدیما، اولین توتونایی که میگرفتم. بوشو دوست دارم. حالا من اینو جار میکنم، هم یه مقدارش هوادهی میکنم. وقتی که آماده شد دوباره برمیگردم. خب من توتون رو طبق معمول جار کردم، ولی هنوز براش لیبل تهیه نکردم. براش لیبل میزنم بعداً و پک کردم و میخوام الان استارت رو بزنم ببینم چجوریه. برای اولین بار میخوام این تو اسموک کنم این توتون رو. این توتون محتویاتش ویرجینیا داره، کوندیش داره، بلک کوندیش داره و برلی هم داره. و در کل جز اون دسته توتونایی که من خودم دوست دارم همیشه اسموک کنم.
هم تاپینگ داره این توتون، هم کیسینگ داره توتون. همون موقعی که گفتم در پاکت رو باز کردم و بگ رو باز کردم بوی یک ترش میداد، دقیقا همون ترشی رو تو اسموک من احساس میکنم. خیلی ملایم میسوزه، توتونه تند و هارشی نیست. مخصوصا موقع رتروهل ترشیه بیشتر احساس میشه. شیرینی و همراه ترشی، نه که ترشی خیلی چیز باشه، یعنی خیلی ملسه، خیلی ملایم. تا اینجای کار که به نظر من بلکش طعمش بهتر بود تا این، و اینم خوبه ها. و بخوام مقایسه بکنم، بلکه بیشتر، من اون بلکش رو بیشتر میپسندیدم. ولی در کل این توتون ها جز توتون های مورد علاقه من هستش. ویرجینیاش بر تمام ترکیبات دیگرش غالبه. من تازه ابتدای کاسه هستم و تازم در توتون رو باز کردم، یعنی بوی آروماش خیلی بیشتره. الان مثلا این جار بشه و یه 6 ماه بمونه، دیگه اون بوی آرومای روز اول رو نداره، ولی به جاش ویرجینیاش کهنه میشه و بهتر میشه. الان که تقریبا همون ابتدای کاسه هستم هنوز،
مثلا تاپینگش وانیلی بودی که من اصلا طعم وانیل تا الان نگرفتم. یه طعم شیرینی میگیرم ولی اصلا برام تداعی کننده وانیل نیست اون طعم شیرینی. خیلی ملایم میسوزه، یعنی برای اونا که ویرجینیا دوست دارن هم آروماتیک دوست دارن توتون مورد علاقه شون ممکنه باشه. حالا من بخاطر که ویدیو طولانی نشه جا قطع میکنم، میکشم برسم به نصف کاسه، دوباره برمیگردم و بقیه تجربیاتمو میگم چجوریه. الان تقریبا من به نصف کاسه رو تموم کردم، اسموک کردم. همچنان طعم‌های میوه‌ایش و آروماتیکش و ویرجینیاش و همش فرشه فعلا. یکی از دلایلی که همش فرشه به خاطر توتون خیلی تازه است. قطعا بعد از 6 ماه طعم‌های میوه‌ایش از بین خواهد رفت. اون تاپینگ و کیسینگش قطعا از بین میره. این خاصیت توتون هایی که حالا اگر کتگوری کنیم تو کتگوری آروماتیک، خاصیتشون اینجوری هست که وقتی جار میکنی اون مثل روز اول نیستش. اگر ویرجینیا داشته باشه که ویرجینیاش خب بهتر میشه کیفیتش، که اینم ویرجینیا داره. در مجموع از خریدم راضیم. توتون خوبیه، دوستش دارم، توتون مورد علاقمه. بلکش رو به قرمزش ترجیح میدم. میتونید ریویو بلکش رو لینکش رو یا همون بالا میذارم یا اون پایین میذارم ببینید. و خیلی جالبه که با اینکه تازه است و البته چون فکر کنم خوب هوادهی شده اینجوریه، با همون فرست لایت هم تا وسط کاسه تا الان رفتم و لایتی نزدم. معمولا توتون تازه چندین بار ریلایت لازم داره، ولی این لحظه همون با هم فرست لایت هم رفتم. بله، بوی شیرینیش، ترشیش، دوست دارم این بو رو، این طعمو. هرچی میری انتهای کاسه بوی ویرجینیا بیشتر میشه. کل ماجرای این توتون همین بود و به نظرم توتون خوبیه. من که تونستم باش ارتباط برقرار کنم
امیدوارم اگر تونستید تهیه بکنید. اگر آروماتیک دوست دارید، اگر آروماتیک مثلا که ویرجینیا داره و میشه اصلا کلا میگه ویرجینیا بیسه، ولی حالا چرا تو کاتگوری بعضی موقع تو کاتگوری آروماتیک بردنش؟ با خاطر همون تاپینگا و کیسینگاشه به احتمال زیاد. به خاطر یه ویدیو طولانی نشه دیگه همینجا تموم میکنم ویدیو رو و توتون خوبیه، راضی بودم. امیدوارم که شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، به امید دیدار. See you later. Bye.